أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. همکار گرامی من جناب مولانا عبدالرحمن حفظه الله تعالی در رابطه با مشکلات و مسائلی که در جامعه هست و خصوصا موضوع قتل صحبت کرده. ما به حیث انسان و عقلی که الله تعالی به ما داده است رسالت من را و وظیفه من را سنگین قرار داده و بعد به حیث اینکه مسلمانیم و پیروی دین اسلام را اختیار کردیم و این دین را برای زندگی من نحوه زندگی و طریق زندگی اختیار کرده ایم، بعد مسئولیت سنگین تری عاید ما شده است که هم ما برای خودمون، نجات خودمون، اصلاح خودمون فکر کنیم و هم برای نجات جامعه فکر کنیم. دین اسلام به ما این را نیاموخته که بریم توی غارها زندگی بکنیم، بریم توی جنگلها مثل راهبان که رهبانیت و درویشی را اختیار کردن در مسیحا و این رهبانیت را الله می فرماید که ما فرض نکردیم بر سر اونها، خود اینها ترک دنیا اختیار کردن و رفتن توی جنگل و غارها نشستن بازه و رعایت هم نکردن، چرا که بر خود التزام کرده بودند او را انجام ندادند. دین اسلام به ما این رهبانیت را نیاموخته، بلکه به ما دستور داده که در فکر اصلاح خود و اصلاح جامعه باشیم، جامعه را هدایت کنیم، جامعه را اصلاح کنیم. آنچه که در جامعه می گذرد نباید ما بی تفاوت باشیم، برخلاف او رسالتی است که دین اسلام به ما داده. پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به ما داده است و ما بی تفاوت نباشیم که بر جامعه چی می گذرد، بر مردم دنیا چی می گذره. البته تکلیف ما به قدر طاعت ماست، به قدر توانایی ماست. هر اندازه که ما توانایی داریم باید احساس مسئولیت کنیم. اگر میبینیم جامعه گرفتاره، اگر میبینیم افراد گرفتارن، اگر میبینیم طایفه گرفتاره، شهر گرفتاره، ملک گرفتاره، ما باید حرکتی بخوریم در جهت رفع گرفتاری. هیچ گرفتاری را تنها نگذاریم بگی ویلش کن، به ما چه؟ نه، این به ما چرا اسلام به ما تعلیم نداده. گفته هر اندازه که شما میتوانید، واقعا میتوانید، نه اینکه از سر خودتون رفع کنید و دور کنید، نه، شما به اندازه تواناییتون همدردی بکنید. حد اقلی اگر هیچی از دست ما بر نمی آید دعای خیری و حد اقلش آنه که قلب ما به درد بشه و نگران بشیم و پریشان بشیم که خانواده گرفتاره، این ملت گرفتاره، این مردم گرفتارن، جامعه گرفتاره و دل من بسوزه، نگران باشه. همین نگرانی هم آخری مسئولیت.
اگر میبینی توی جامعه گناه است، نافرمانی خدا یا جلوگیری کنیم، ولی وقتی نتوانستیم حد اقلش به قلب برمیگرده که قلب ما متأثر باشه، نگران باشه و نیت کنیم که هرگاه توانستیم ما از این گناه جلوگیری میکنیم. احساس مسئولیت، احساس رسالت، احساس وظیفه، احساس همدردی، این در دل هر کسی که اسمش مسلمانه بلکه انسانه و انسانیت داره، بوی از انسانیت برده، این فکر داشته باشه. و در شرایطی که جامعه گرفتار فقر، گرفتار تنگدستیه، با مصیبت و رنج مبتلایه، با کرونا از یک طرف مبتلایه و با فقر مادی و با تنگدستی و با مشکلات از طرف دیگر مبتلایه جامعه. بالاخره خیلی هستن که الحمدلله دستشون میرسه به جایه، الله تعالی به اونها مال داده، ولی خیلی ها هستن که ندارن، کسب و کار ندارن، درآمد نداره، جیبشون خالیه. دلسوزی نسبت به اونها، درک کردن اونها که با اونها را درک کنیم، خانواده را درک کنیم که گرفتار مریضی هم، ملت را درک کنیم که دارن با کرونا دست و پنجه نرم میکنن. روزی بین 400 تا 500 نفر که 400 و 500 نفر اگر در یک قبرستان یک جای بیابان دفن کنن، یک قبرستان بزرگی تشکیل میشه. میمیره توی ایران، حالا توی دنیا چقدر میمیره، چند هزار نفر مبتلا میشه به مریضی کرونا، این وبای خطرناک. و چقدر در دنیا مبتلا هستن و توی دنیا میمیرن. درک این مسئله و سوختن دل، دعا و تا اونجایی که چراندیشی ممکنه برای همسایگانمون، دستمون اگر دور نمیرسه حداقل همدردی داشته باشیم، دلسوزی داشته باشیم. نه این فکر نکنیم که الحمدلله من سالمم، خانواده من هم مبتلا به کرونا نیستن و من راحتیم. نه، درد اونهایی که مریضن، اونهایی که گرفتارن، اونهایی که مشکل دارن، اونهایی که پریشانن، اونهایی که در تهدید طلبکارانن، بدهکار شدن و طلبکاران اونها را تهدید میکنن. پای اونها را درک کردن. آدمی که گرفتار درک کردن، رفتن پشتکار اینها، تلاش کردن برای نجات اونها، همدردی. این وظیفه انسانی مایه و وظیفه اسلامی مایه. اسلام بر این تاکید کرده و اسلام وظیفه را سنگین کرده. او روایتی هست که کسی حضرت عبدالله بن عباس در مسجد معتکف بودند و شخصی عبد و گرفتاری داشت، مشکلاتش را مطرح کرد. عبدالله بن عباس نعلین خود را خواست، کفشا را خواست و به پاک کرد و که بری دنبال کاری او. گفت شما معتکف هستید، کسی بشون فراموش کردی معتکف اجازه نداره بره دین کسی بره و حتی برای جنازه بره همچون جنازه دیگه مردم هستن. اعتکافش باطل میشه، اعتکافشون باطل میشه. شما داری میرید. گفتن که من برای حاجت این مرد، حدیثی را باید تلاوت کردن که حضرت فرموده چقدر اجر داره و ثواب داره که کسی برای حاجت مسلمان، کسی برای حاجت برادرش بره و تلاش کنه. و لحظا
وظیفه خود تشخیص داد که اعتکاف را بشکنه، ولی انسان از این رنج، از این درد و از این مصیبت نجات حاصل کنه، او راحت بشه. لحظه عزیزان مهم هست که ما در فکر جامعه باشیم، همدردی کنیم. اگر یک جای مشکلات رخ میده باید همه تلاش کنن. وظیفه همه انسان‌هایی است که تلاش کنن، کوشش بکنن. ما تجربه کردیم که گاهی یک مشکل بزرگ را یک ریش سفید نه، یک عالم نه، دولت نه، یک چوپان هم حل میکنه، حرفش را بر میداره. یه زنی حرفش را میره، یه زن پادر میانی میکنه، به مشکل بزرگی حل شد. اما مشکلی که کسی دیگه از ما نتوانسته حل بکنه و بستگی داره که حرف چه کسی تأثیر گذار باشه و چه کسی را خدا کمک کنه برای حل مسائل. بعضی اوقات یک انسان گمنامه میره جای تلاش میکنه، مثلا میاره نزدیک میکنه، میگه گزارش میده که من این مسئله را به فلان جا رسوند. لذا همه وظیفه داریم. وظیفه تنها علما نیست، تنها ریش سفیدان نیست، تنها دولت نیست، همه این وظیفه دارن. ولی تک تک شما، همه مردم، زنان، مردان، هر کسی برده داره، هر کسی تأثیر داره. گاهی حرفش واقع میشه به موقع و لحظه طرف میپذیره، قبول میکنه و لحظه این وظیفه همه را همه ما انجام بدیم، بی تفاوت نباشیم از آن چیزی که توی جامعه امروز میگذرد. جامعه امروز چه میگذره؟ چقدر نافرمانی هست، چقدر گناه هست، چقدر بینمازیه، چقدر نافرمانی. کرونا آمده، تغییر آمده توی تهران، توی ایران، توی زاهدان. آیا مردم به خدا نزدیکتر شدن؟ آیا مردم توبه کردن یا هنوز گناه انجام میگیره؟ چقدر قساوت قلبه، چقدر بیرحمیه که انسان در این خصوص شرایط حساس دست به خون ریزی بزنه. متاثر شدیم از یه حادثه که کسی را توی همین راه زدن و فرزند 1 سالش را هم تر حمله کردن، او را هم به گلوله بستند و زدن که فرزند ایشونه. خوی بچه طفل، کسی که رحم نداشته باشه اینقدر که یک بچه معصوم 1 ساله را تیر خلاص به سرش بزنه، ای چقدر نادانیه، چقدر جهالته، چقدر قساوت قلبه. و قتل چه اندازه بیرحمی است، هر قتل و چقدر قتل توی جامعه رخ میده. و گاهی که عصبانی میشم بازه دیگه ما به گلوله میبندن هر کسی که جلو آمد، گناهگار و بی گناه را نگاه نمی کنن، پامیل میکنند و میزنند. و لحظه این خیلی مشکل داره. مثلا این کرونا با این گناه ها، با این غفلت ها، با این کوتاهی ها، مگر الله این کرونا را برداره به لطفش و به فضلش. شایسته بود که همه ما توبه می کردیم، همه استغفار می کردن و همه به الله برمی گشتن. بعضی بر من عصبانی‌اند که گفتم این عذاب الله. و من چه گفتم؟ گفتم توبه کنید، استغفار کنید، به الله برگردید، حقوق الله را بدید، حقوق الناس بدید. اگر حرف من قبول می کردن همه توبه می کردن، همه دولت و ملت، مسئولین و مردم، علما و طبقات مختلف استغفار می کردن، این عذاب الله بر می داشت. ولی استغفار نیست، توبه نیست. و وقت توبه نباشه قساوت قلب می آید. من نمیگم، این قرآن می فرماید
فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقتی که عذاب ما آمد، وقتی که مشکلات من آوردم، چرا تضرع نکردن؟ بلکه دلایشون سخت‌تر شد، دلشون سخت شد. دل وقتی تضرع نباشه سخت میشه، وقتی توبه نباشه دل سخت میشه. لذا همه توبه بکنیم و وظیفه‌مون انجام بدیم، جامعه را اصلاح بکنیم و به اصلاح جامعه برگردیم. و حدیثی من خدمت شما قرائت بکنم. بالاخره این حضرت حذیفه بن یمان از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم روایت میکنه: والذی نفسی بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. امر آن حضرت سوگندیات کرده به او خدای که جان من در دست اوست. امر بالمعروف بکنید و نهی از منکر. وظیفه امر به کارهای خیر و جلوگیری از کارهای بد. و اگر نه قریبی که عذاب الله بفرسته و از جانب خودش. بعد شما دعا میکنید و اجابت نمیشه، گریه میکنیم دعا میکنیم اجابت نمیشه. چرا؟ که ما وظیفه‌مون، رسالتمون و مسئولیتمون را انجام ندادیم که وظیفه دعوت الی الله، امر بالمعروف و نهی از منکر و اصلاح جامعه است. و از حضرت حسین رضی الله تعالی روایت که از حضرت شنید: ما من قوم یعمل فیهم بالمعاصی ثم یقدرون علی یغیروا ثم لا یغیروا الا یوشکوا ان یعمهم الله بعقاب. این حدیث هم میگه که هر قومی که در آن گناه انجام میگیره، ملتی که در آن گناه است، قدرت در از گناه جلوگیری بکنن نمیکنن، خدای عزوجل قریبه که عذاب عام بر سر اونها مسلط کنه. اعاذنا الله. عذاب عام همین کرونا، عذاب عام همین آفت و بعد عذاب عام گرفتار بکن. و حدیث سومم تلاوت کنم که سیده عایشه رضی الله تعالی عنها از حضرت شنیدن که فرمودن: مروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. امر بالمعروف کنید و نهی از منکر قبل ان تدعوا فلا یستجاب لكم. کسی که وظیفه را ترک کنه، اگر امر بالمعروف کنه و نهی از منکر بکنه نکنه، لہذا دعا کنه اجابت نمیشه، دعا اجابت نمیشه. کسی وظیفه‌اش را ترک داده، وظیفه اصلاح جامعه، وظیفه امر بالمعروف و وظیفه نهی از منکر. همه تون انشاءالله نیت کنید، دست هم بلند کنید که انشاءالله تا آنجایی که میتوانید حرکت بخورید. زبانتون نبندید، از بچه هایتون شروع کنید، همسایه هایتون، دوستان توصیه کنید به ترک گناه، توبه و استغفار و امر کنید به معروف، به کار نیک وادار کنید، از کار بد جلوگیری بکنید. دست ظالم تا اونجا که میتواند بگیرید که ظلم نکنه، به حقوق الله ظلم نکنه، خدا را نافرمانی نکنه، حق مردم هم نخوره. و توصیه میکنم شما را به رعایت تقوا و توصیه میکنم شما را به رعایت همین مقررات بهداشتی. الان سردی آمده و کرونا تو ایران داره موج میزنه، تو جهان هم داره تشدید میشه. لذا این آفت فرهیش کنید، ماسک بزنید عزیزان. توصیه بندانی که برای سلامتی خودتون، سلامتی جامعه و مردم ماسک بزنید، از تجمع فرهیش کنید. فاتحه خوانی خیلی مشکل داره، بسیاری عزیزان در فاتحه خوانی کرونا گرفته و کشته دادن. همین
تو یک روستا چندین نفر کشته شد در اثر یک فاتحه که گرفتن. توی فاتحه هر کسی می آید، اینجا که می آیند اینها این ویروس کرونا را دارند، دیگران هم می گیرند. و مراسم عروسی چقدر مردم کشته شده در اثر مراسم عروسی. و لحظه این تجمع، در تجمع خطرناکه. فاصله ها را همیشه توی مساجد و نمازم رعایت کنید، ماسک بزنید و دسته را مرتب بشویید، توصیه های بهداشتی را رعایت کنید و تاکید میکنم در این باره شما را و الله تعالی شما را توفیق کند کنید پیام بنده را به دیگران هم برسانید که ماسک بزنند و پرهیز کنند و رعایت کنند. خدا من و شما را به کرونا گرفتار نکنه. والله این بلا را برداری از جامعه ما و الله تعالی جامعه ما را حفاظت کنه. این مصیبتی است، خدا این مصیبت بردار. چقدر آدمان مفید در جامعه ما وفات کردند و رفتند. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.